لیلة الرقائب است یوسف، شب آرزوها. امشب قیمت هر کدام از ما در نگاه اهل آسمان محک خواهد خورد. وای که امشب شب آینه گرفتن است، آینه گرفتن روبروی قلبمان. امشب قلب من چه چیزی را آرزو خواهد کرد؟ می‌ترسم یوسف نکند صدای اذان در شهر بپیچد و من بر سجاده مغربم در لابلای نوای صبوح قدوس عاشقانه ام تو را از خاطر ببرم. نکند امشب را به طمع آرزوهایم بیدار بمانم، اما دغدغه دلم، آرزوی حقیقی قلبم تو نباشی که این گونه حتما قافیه را در نگاه اهل آسمان باختم. اولین شب جمعه رجب را شب آرزوها نام نهاده‌اند یوسف. خوب می‌دانم چرا. به من فرصتی داده‌اند تا خودم را در آینه نگاه خدا به تماشا بنشینم تا دیر نشده قیمت قلبم را در نگاه اهل آسمان بفهمم، تا اگر خدا را و حرارت آغوشش را آرزوی حقیقی دلم ندیدم بترسم، تا اگر تو را، اگر درد تو را، اگر داشتن تو را تمنای وجودم نیافتم به دنبال درمان دلم به راه بیفتم. تا رمضان راهی نمانده و من میدانم که باطن رمضان تویی یوسف، و هر آن که بدون تو، بدون درد تو، بدون خواستن تو پا به رمضان بگذارد بهره ای از پروازهای رمضان نخواهد برد. شب جمعه ها در نزد اهل سما شب درمان روح است و هر کس درمان بخواهد درمانش می کند. اما رجب با اولین شب جمعهش بارانی از طبابت خدا را نازل خواهد کرد. باید بیندیشم اگر امشب تمنای آسمان اولین تمنای حقیقی دل من نیست، حتما دلم بیمار است، پس باید برایش درمان بخواهم. اگر امشب نتوانم از درد نداشتنت زار بزنم، قلبم در نگاه خدا قیمتی نخواهد داشت، باید برایش چاره‌ای بخواهم. قلب من زمانی در نگاه اهل سما خواهد درخشید که پادشاهش تو باشی یوسف. کمی قلبم را تکان بده. امشب شب مهندسی آرزوها.